سلام بچه، کانال جدید درست کردیم. من با خانومم ابی، اسم من شانه شاهین و اینم پسرمون کوچیکه نگاه کن اینجا رو بابا. امروز گفتیم که یک ویدیوی خنده‌دار کوتاه درست کنیم براتون از ابی تلفظ کردن کلمه ها. ولی قبل از اینکه شروع کنیم گفتم که ابی خودشو معرفی کنه. Go ahead and introduce yourself. I'm Abby, and I'm playing as Babe. Babe, okay. منم بابام، چون اسم کانالمون بابا and Babe. Okay, so we're gonna start with rice. اول چند تا کلمه فارسی میگیم، بعد میریم به جمله ها تا ببینیم چی میشه. این اولین ویدیو مونه، اگه خوب نبود حلال کنید. say برنج. Okay, not bad. Chicken. مرغ. Okay. I thought rice was polo. Polo. It's the same. It's polo مرغ or برنج مرغ. Saffron. Oh, okay. Do you know what saffron is in Persian? Saffron. No, it's za'afaroon. Zaffaroon. Okay. Okay, now we're going to move on to the next step. Okay, مرحله بعدی جمله هاست. بگو من عاشق درست کردن برنجم. You want me to repeat it? Say that. Say it again. من عاشق درست کردن برنجم. من عاشق درست کردن برنجم. Berenge is rice. درست کردن برنجم. Okay. Okay. بگو من دوست دارم پلو مرغ درست کنم. من دوست دارم پلو مرغ درست کنم. Not bad. Not bad. No, not too bad. Now say I love. No, not in English, but say من عاشق پسرمم. من عاشق پسرم. من. That's من عاشق پسرم هستم. من عاشق پسرم هستم. Okay, آخرین, the last one is this is the little whiteboard I made here as guidance. I love making catch. Okay, بگو say من عاشق درست کردن تحچینم. من عاشق Say it again. درست کردن تحچینم. Making is درست کردن. کوس نگو.